روان میکنم. صورت دویمش قمار است دوستان عزیز. در هر حجامه خانه همین صورت دویم شدیده نروه، حجامه نگیره که قمار است، حرام است دوستان عزیز. خب همین چیزا ما تشکیل کردیم. آیا با گفت شما همین جای ما دوونیم از رو بله قمار حساب میشود؟ نه برادر، правильно بفهمونه. وقتی مردم فهمونده правильно. سلام علیکم دوستان، برادران گرامی و پاخواران گرامی، ان شاء الله خوب هستین. هر کی باشین نباشین، الله مهربانی و مددکارتون باشه. برادران گرامی، همه شما احترامانه خواهش میکنم ویدیو تا آخر تماشا کنید، بعد فکر اختار نبنویسید. بعضیش هست مقصد ویدیو تا آخر تماشا نمیکنم، بعد ندارم گپای به معنیش هم مینویسم میره. خب میگذاریم در یک مسئله که تماشیدگی بازی در اون مسئله خواستم که یک کانتا صحبت داشته باشم همراه شما برادران گرامی. خب کدام که نو در سایت ما حجامت تیوبلیسان در ابونه شید، خوش آمدید. هزار رحمت کلام برای دستگیریتون، برای خبرگان کردنتون. بیا انشالله ما در مترو تیوبلیسان قرار داریم، 4 متر در خدمتیم انشالله. خب میگذاریم یک حضرت ویدیو کرده، سوالی برادر را جواب داده. یک کمتر مقصد وقتی که آدم فهمون همه طرفا فکر میکنه، همه طرفا بفهمون آدم را که بفهمون. ویدیو گوش میکنیم برادر رو با صحبت میکنیم. با دو سوالی که زیاد از ما پرسیدین جواب میگم. سوال اول این است که آیا این کنکورس هایی که امروز در حجامه خانه ها تشکیل کردند آیا از دیدگاه اسلام در قمار داخل میشه و یا نه؟ و طور مثال قیمت حجامه 2000 بود، همون 2000 باقی ماند، چیزی را تغییر نداد. تنها صاحب همون حجامه اعلان کرد که ای مردم، اگر عدد شما 350 نفر می شود، من یک نفر به طریق قرعه کشی عمره یا اینکه حج روان میکنم. در این صورت این قمار نمی شود. قیمت حجامه 2000 بود، چیزی تغییر نیافت، عدد 350 نفر که شد، یک نفر گفت عمره روان میکنم، پس از کیسه خودش روان میکنه، هیچ چیز در این تغییر نیافته است. این قمار شده نمیتونه. ولی اگر قیمت حجامه 2000 بود، 2500 کرد و اعلان کرد که ای مردم، اگر عدد آنهایی که نزد من میآیند 350 نفر در رسید، من قرعه کشی میکنم، نام هر کس که برآمد او را عمره یا اینکه حج روان میکنم. در این صورت این قمار میشود. در این صورت این قمار میشود. فهمید دوستان گرامی؟ صورت اول از دوم فرق میکنه. صورت اول قیمت همو بودگی باقی میمانه، چیز زیاد از شما نمیگیره، پول میتی، در عوضش در بشکه میشینی، مساج میگیری، حجامه میگیری. لیکن صورت دوم قیمتش 2000 بود، 2500 کرد، 500 روبل دیگه زیاد گرفت و اعلان کرد که 350 نفر که شد، یک نفر عمره یا که حج روان میکنم. صورت دومش قمار است دوستان عزیز. در هر حجامه خانه همین صورت دوم شدیده نروه، حجامه نگیره که قمار است، حرام است دوستان عزیز. خب برادران گرامی، چه خیلی که دیده برادرمون گفته که مقصد جاهایی که اگر دوانیم ازور باشه حجامه نره که اوجا قمار حساب میشود. برادران گرامی، با میگم که مقصد که شما پراوی نفهمید با حضرت گفتنیم که من حضرت ما اون گپ لیش نگفتن نیستم ترا و نمیگم ان شاء الله. همه میگم که وقتی که مردم فهموندن همه طرفا فهمونه، یک طرف نفهمونه، همه طرفا فهمونه. میگه که جایی که دوانی ازور رو باشه باید شما اونجا نره که قمار حساب میشه. خب برادر عزیز گوش کن، جایی هست که دوانی ازور بوله، جایی هست که 3000، جایی هست 3500 بوله. برای چی این کار تشکیل کردیم؟ جای دوانی مقصد جای ما دوانی مزور رو بله وقتی هوی کردیم توزیع دوانی مزور رو بله سه همین چیزا ما تشکیل کردیم. آیا با گفت شما همین جای ما دوانی مزور رو بله قمار حساب میشود؟ نه برادر، правильно بفهمونه. وقتی مردم فهمونده правильно بفهمونه. با خاطر چی میگم правильно بفهمونه؟ با خاطر که مقصد نگاه کنه حضرت زاویه جای کاری آدما میکنن، арендашон қимате, пули коргаро дорам мақсад. Ҳар ҷо ҳар хеле. Агар ман дар ҳамин кор 20 рубл зиёд монда бошам, насибам накунам. Хоб, барои чӣ мегӯям правилно бифаҳмонӣ, ҳама тарафа фикр кунӣ бифаҳмонӣ мардама, ба хотире ки мақсад нигоҳ кунӣ ҳазрат.
شما با میگون که شما گفته که جایی که دوانی مازور بول باشه اونجا شما میتونه که نره قیمار حساب میشه. با میگون که اینم برادر عزیز جایی که اینم اصلا با وجود بگیره نو پراسمیک میر خطی خاری مساوی کدگه 2000 روبل. اگر همون این خیلی باید مردم میفهمونده شما اگر همون دوانی مازور روبلش میکرد او در قیمار حساب میشه. یا که مثلا جای ما دوانی مازور روبل اگر ما 3000 روبلش میکردم این قیمار حساب میشه. فهمیده از راجون ما برادری هستن که 3000 روبل جوشون اگر 3000 روبلش میکرد او قیمار حساب میشه. باید مردم نخیم بفهمونده انشالله که بفهمیدن مردم. برای چی ویدیو را ما کردم حضرت؟ برای چندی برادرم ما زنگ زدن گفتن که برادر تو مقصد همین کاره کدیسه دوانی مازور روبل میگیره قیمار حساب میشه. گفتم سبحان الله اکا گوش که وقتی که ما یک کار میکنیم اول مسئولیت میکنیم بعد عملای کلام میپرسیم بعدا پیشکش مردم میکنیم. ما پیش خدمت نمیکنیم این کارا پیش خدمت نمیکنیم این کارا. گفتم برادر عزیز ای وقتی که ما همین جور روی کردیم دوانی مازور روبل جم توازیرات دوانی مازور روبل ما یک گون دیرم در بالای همین کار کردم نموندم. اگر مونده باشم نصیبم نکنم. با همون خاطر ما خواستم یک ویدیو کردم که وقتی که مردم هم بفهمونه همه طرفه بفهمونه پراویل نبفهمونه آدم را فهمون از راجون. ما مقصد نسبت یگون تشمو نه یگون بخیلی دارم نه یگون گپی لیشنی میزنم. انشالله کوشش میکنم که دویاندارم یگون گپی لیشنی نزنم نسبت یگون تا. با هم خاطر وقتی که حضرت میفهمونه مردم ها با میگم که خوب فهمونه که مردم پراویل نبفهمونه. برای که چندین برادرم از زن زدن خیلی گفتم یک کمتر عصبی شدم و با خدمت قبیدم خواستم که یک ویدیو کنم پیشکش این برادرم بکنم بفهمونم پراویل نبفهمیم. اصلا جوی هست دوانی مازور بوده همین کار تشکیل کرده جوی هست 3000 بوده همین کار تشکیل کرده جوی هست 2000 همین کار تشکیل کرده. فهمیده برادران عزیز ای همه شما احترام خودش پراویل نبفهمونه. حضرت جون وقتی که بفهمیم مقصد حضرت جون وقتی که شما ویدیو کرده همه طرفا فکر کنین جوی مردم ها بپرسین بدونین اول چی گپا چی خبره بعدا بگین. شما ناطوری فهموده نمیجره که بر خاطر چی گفته که 2000 اگر جوی که دوانی مازور باشه نره که قیمار حساب میشه. ما با میگم که اگر در بالای 20 روبل مونده باشم نصیب نکنه. ما همسایه دارم ایم اول ایم پایان بیای برادرو تو هم بالا پرزیده بره که ما همین در بالای 20 موندم اولش با میگم که هوی کدایی دوانی مازور روبل تو حاضر دوانی مازور روبل فسه. ما خواستم که حساب این کارخونم و حساب خدمت یک برادر حج روی کنیم دیگرش صاحب قرآن کنیم همون نرخ دایم یکون دیرم من نموندم بالای نرخ. واقعا چی گفتن این برادران عزیز در پناه الله باشین الله نگهبانتون باشه. بیاین ان شاء الله مترو چوپلیسان در خدمت شما پراویل نبفهمونه. حضرت جون داروهای طبابتی برای هر یکی ما و شما سامیوان برای فربه شدن روغن سیاه‌دانه اپیمدیوم نیاپاستا برای پروستاتیت مینوکسیدیل برای قفز کردن ریش مسئله خلبی برای درد گرده ها کپسولای سیاه‌دانه برای تمام دردها و اینچنین مغز برای زیاد کردن علاقه با همسر خود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. با نرخ‌های دسترس برای شما دستافکه با تمام شهرهای روسیه روان کرده می شود. برای شما سلامتی خوب خواهانیم.